افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام اسلاکونی بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امشب من به شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه زیبایی چی چاره رو میخوانم. بود نبود یک چال بود و یک کمپیر. آنها 3 پسر داشتند. چال مردی بود زحمتکش، مهنت میکرد و ثروت به دست می آورد، رنج میکشید و صاحبی گنج میشد. پسران هم کلان شدند. هر چی داشت صرف کرد و برای هر کدام حولی و چیز و چاره خرید. به هر 3 زن گرفته داد و خانه‌دار کرده خاطر جمع شد. پسران آواره روزگار پدر و مادر را به حال خود ماندند. یک بگاه چال به آتشدانی سرچشم انداخته آهی سرد از دلی پردرد کشید و به کمبیرش گفت: ای زن، این چه روزی است که به سر ما آمد؟ هر چی داشتیم به فرزندان صرف کردیم. حالا که قوت از تنمان رفته است و مدار زحمت کشیدن نداریم، چیزی نمیابیم که دیگ جوشانیم و تنور تصفانیم. کمپیر گفت: درست گفتید چال، در این حال ما دیر نمی پاییم. علاجی باید یافت. چی کار کنیم موی سفید؟ چال گفت: شب فکر میکنم و روز نمیدانم چی کار کنم. گذشتگان درست گفته بودند علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. ما در فکر فرزندان شدیم و غم خود را نخوردیم. کمپیر گفت: گذشتگان باز گفتند که کس باید که هراسان نشود. مشکل نیست که آسان نشود. باید تدبیر جست موی سفید. چال و کمپیر خیلی وقت مشورت کردند و بعد چال خسته به خانه پسر کلانیش رفت و به او گفت: خودت میدانی پسرم، من تمامی عمر زحمت میکشیدم، از یافت و دریافتم کم کم پسنداز کرده طلا میخریدم. حالا یک کوزه‌چه طلا دارم. تو خودت میبینی که پای من و مادرت به لب گور رسیده است. پگاه و فردا از این دنیای گذرا چشم میپوشیم ها. من و مادرت بسیار دیدیم که فرزندان بعد وفات پدر و مادر تلاش میراث کرده بینشان نزاع میخیزد و جنجال و خرخشه میکنند. تو پسر کلانی من، عقلت رسا، هوشت در جایش. من به تو باور میکنم. من کوزه‌چه طلا را در پیشگاه خانه گور کردم. بعدی که عمر من آخر شد و جسم مرا به خاک سپاریدید، گفته کوزه‌چه را گیر و حق برادرانت را داده آنها را راضی کن. پسرم. پسر خرسند شده گفت: خوب شده است پدر جان، هرچی که شما گویید میکنم.
نوری دیده و تاجی سر. من به خدمت تیار. ممکن به شما یگون چیز لازم باشد؟ چول گفت نه پسرم، هیچ چیز لازم نه. خیر اگر وقتت شود هر هفته یک بار از احوال ما خبر گیری می شود. بهترش روز دوشنبه. می گویند که این روز روزی نیک، روزی مبارک. تو را بینیم دلمان خرسند و چشممان روشن می شود پسر جان. موی سفید از خانه پسری کلانی برآمده به خانه پسری میانه رفته همون گپی به پسری کلانی گفتگیش را به او هم گفت که پسرم، توی عقلت رسا، دلت صاف، خوشت در جایش. باوری من به تو کلان. همون کوزچه طلا را من فقط به تو باور میکنم. بعدی که مرا گرو چوب کردیتون کفته گیرو، حق برادرانت را داده آنها را راضی کن. پسر خرسند شده گفت پدری عزیز، من چیکار کنم که شمایان پدر و مادر از من راضی باشتان؟ چول گفت پسرم، من از تو یک نه 100 بار راضی. خیر اگر بعضا از حال ما خبر گیری سرمان به آسمان میرسد. خوب میشد اگر هر هفته یک بار، بهترش روزی چهارشنبه. میگویند که این روز روزی نیک، روزی مبارک. تو حال پرسی بیایی بسیار من و مادرت خرسند میشویم. ها. چول از خانه پسری میانش برآمده راست به خانه پسری خردیش رفت و او را تعریف کرده همان گپها را به این هم گفت که اگر پسرش خواهد که از حال پدر و مادرش خبر گرفته استد خوب میشد هر هفته روزی جمعه را انتخاب میکرد. میگویند که این روز روزی شریف، روزی مبارک است. پسران به خاطر کوزچه طلا غم پدر و مادر را میخوردگی شدند. پسر کلانی هر هفته روزی دوشنبه، پسر میانه روزی چهارشنبه، پسر خردی روزی جمعه گوشت و روغن و برنج و سبزی و پیاز خریده به خانه پدر می آمدند. چال و کمپیر آسودند. چند سال از این مابین گذشت. دنیا گذرا قسمت چال بود شد. بعد گور و چوب 3 پسر در فکر کوزچه طلا شدند. هر کدام پایت می پوید که خانه خلوت شود و کوزچه را کفته گیرد. پسر کلانی دید که 2 برادرش چشم به پیشگاه خانه دوختند و فکری رفتن ندارند. پسران میانه خردی هم این را پی بردند. پسر کلانی این حال را دیده بی‌طاقت شد و بالاخره به برادرانش گفت دادران، پدرمان به من سیر را گفته بودند. از روی کار به شمایان هم گفتگی بریم. ها، گفتند برادرانش، به ما هم گفته بودند. این خیل باشد، گفت پسر کلانی، طلا را برابر تقسیم میکنیم. برادران راضی شدند. کوزچه را کافته گرفتند، کوشادند و از درونش به جای طلا کاغذی را گرفتند که در آن نوشته شده بود لعنت، لعنت به مردی که هرچی داشت صرف فرزندان کرد و در آخر عمر به پاره نان زار شد. انا همین بود عزیزکان دل افسانه چی چاره. اصلکانی بیبی، پدر و مادرتان را دوست دارید، آنها را احترام کنید. من باوری دارم که همه شمایان پدر و مادرتان را احترام میکنید. با شما بودم
بیبی افسانه‌گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین